وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، فرمان روای مطلق دارنده کمان بود. پیر و جوان کشور لرزان ز بیم جان بود، سرسان خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت. در دوره‌ای که مردم افتاده بود بخاری، وقتی که طفلکانش بودند بی نهاری، میخورد اهل زحمت کنجاره و جواری، میرفت سوی هر در با ناله و بازاری. با سوز درک کردی راز و نیاز ملت، از مرگشان رهاندی ای چاره ساز ملت. ای جانیسار ملت، ای بختیار ملت، جهدی زیاد کردی در کارزار ملت. خوش گفته است شاعر با جنگ جنگ کردی، در حفظ ننگ ملت دادی تو دادی مردی. در جاده حقیقت با عزم ره سپردی، آره تو با جهالت یک عمر در نبردی. پیمان صلح بستی با گمراهان ملت، از نیستی رهاندی نام و نشان ملت. ای پیشوای ملت، ای جانیسار ملت، شد نقشه های نیکت صلح و صفای ملت. از یادها نرفته روزی سیاه تاجیک، آن دوره مخوف و حال تباه تاجیک. در سینه هاست باقی پرسوز آه تاجیک. صد شکر گشت روشن امروز راه تاجیک. امام علی رحمان از توست بخت ملت، 100 سال زنده باشی بالای تخت ملت. ای پیشوای ملت، هستی بقای ملت. ای قهرمان ملت، جانی به جان ملت، جانی به جان ملت، جانی به جان ملت.